اصلا نباشید وقتتون بخیر. طبقه بالای راموس کجا باید برم از اینجا؟ بفرمایید. دیشب یه ماساژ میلیون تومانی داشتیم، انشالله منتظر میلیون دلاریاشیم. حالا اومدیم اون میلیون تومانه رو با بچه محله‌مون شیر کنیم. بیا بریم ببینیم اصلا میدونن ماساژ چیه. اگه بتونین این سوال منو تو 30 ثانیه جواب بدین، 1 میلیون تومان بچه نقد دارین. اگه حتی اشتباه هم جواب بدین 50% میتونین از خدمات ما تخفیف بگیرین و استفاده کنین. حالا سوال چیه؟ اون کیه که نه عضو خانواده‌تونه، نه پارتنرتونه، نه همسرتونه، نه دوست نزدیکتونه، نه دکترتونه، اما شما بهش اجازه میدین شما رو لمس کنه و شما رو تاچ کنه و شما از این تاچ خوشتون میاد و لذت میبرین. 30 ثانیه‌تون شروع شد. دستم امیدوارم که جواب بدی. من حیوان خونگیم باید باشی. من دوست دارم اینو بهت بدم. حیوان خونگیم امیر دندون. یه فرده. نمیدونی؟ من که جایزه رو میگیرم. جایزه دارین شما. لمست میکنه، همه جا تو ماساژ میده، ریکاوریت میکنه، قلب دوم توئه. فرد. تقلب 30 ثانیه. تقلب. شما اجازه میدین بدنتون رو تاچ میکنه و شما از این تاچ ناراحت که نمیشین، هیچ بهبودم پیدا میکنین، بدنتون هم سرحال میشه. یه بار دیگه بگین. ماساژ. یه بار بلند بگین. ماساژ. خب اسمش چی میشه؟ ماساژ تراپیستتونه و کسی که شما رو ماساژ میده. شغل منم ماساژ. ماساژ درمانی. ماساژ تراپیستتونه، اون فردی درست. که آره درست. به تشویقش بکنین لطفا. ماساژ تراپیست. خانم خدمت شما، مبارکتون باشه. سلامت باشین. مرسی. بفرمایید.